قدم دوم چیکار باید کرد؟ حالا ما باید هیئت دزدان و مساعد کنندگانی که در دزدیدن برادر عزت امان دست داشتن نام به نام پگاه یا فردا ما باید اعلام کنیم. ما چند نفر از اونها را الکی میدونیم تشخیص دادیم. به حیث یک فعال جمعیتی من روی یک برنامه کوتاه کار کردم توی این 2 روز و حالا را میخوام به خدمت به شما پیشنهاد کنم. من یک خواهش دارم، فقط این بند نقشه راه یا دراج کارت که من تهیه کردم 7 قدم است. 7 قدمی که ما فعالان جامعه تاجیکستان، مهاجران کاری از سراسر دنیا میتوانیم برای عزت امان و برای نگاه داشتن عزت انسانی خودمون کنیم. حالا ما کار نداریم با حزب‌های سیاسی، با حرکت‌ها، اونها برنامه‌های خودشون را دارن که فکر میکنم خیلی مؤثر خواهد بود. ولی ما چی میتوانیم کرده؟ اینا 7 قدم مردمی برای آزادی، عزت، امان. قدم یکم، استریم های هر روزه و اقدام های هر روزه را باید حتما ادامه داد. حاصل بیداری تاجیک، بیداری جامعه را ما به همین وسیله میتوانیم تنها به نمایش گذاریم. بنابراین این کار را باید حتما ادامه داد. من فقط از مسئولان گروه های خواهش داشتم که وقت استریم ها را میان خود باید مشورت کرد تا استریم روی استریم ها نباشد ولی تلاش ها زیاد باشد. من خواهش میکنم ولی از همه اونهایی که جانبدار ما هستند که استریم ها ادامه کنند، حاضر تگمه یک را پخش کنه تا من ببینم که آیا کدام از این پیشنهادهای من قابل قبول هستن و کدام نه. اگر جانبدار استریم های هر روزه هستید 1 را پخش کنید، اگر جانبدار نیستید 2 را پخش کنید. کار دوم، قدم دوم چی کار باید کرد؟ حالا ما باید هیئت دزدان و مساعد کنندگانی که در دزدیدن برادر عزت امان دست داشتن نام به نام پگاه یا فردا ما باید اعلام کنیم. ما چند نفر از اونها را الکی میدونیم تشخیص دادیم. یکی از اونها محیدین محمودوف گفتنی ذات شریف است که نزد ملت قانونگذاری روسیه و قانونگذاری بین المللی پاسخ خواهد گفت. امیدوارم یاران عزت امان پگاه تقریبا 7-8 نفری که در این دزدی دست داشتن نامهای اونها را فاش خواهم کرد. من هم به حیث روزنامه‌نگار چهره هر کدام از اونها را فاش خواهم کرد. از اونهایی که جانبداری فاش کردن نامهای دزدان خواهش میکنم 1 را خالی با پخش کنید و اونهایی که فکر میکنن که با کدام دلایل از اونها باید نام نبرد 2 را پخش کنید. خواهش میکنم. خوب، پیشنهاد سیوم، ما یک نامه آماده کرده فعالان جامعه شهروندی، حرکت‌های سیاسی و رئیس دستگاهی پرزیدنت روسیه انتون ویلا. این نامه ما الکی دسترس شده است، در حال بررسی است. در این نامه ما از حکومت روسیه مراجعت کردیم که با مهاجران تاجیک در این دوره مشکل، خاصه با مهاجرانی که در تظاهرات شرکت داشتند، برخورد خشن نکنند، از عزت امان پشتیبانی کنند، چون عزت امان به حیث شهروندی روسیه همیشه از در برابر منفعت‌های تاجیکان از منفعت‌های روسیه هم پشتیبانی میکرد. او یکی از جانبداران اتحاد گمرکی بود که کار خیلی از مهاجران را سبک میکرد و این نکته بسیار مهم است. نفرهایی که ما نتیجه های این نامه را در روز و ساعت‌ها و روزهای نزدیک نتیجه این نامه را خواهیم دید و در این باره با شما من شخصا حسابات خواهم داد. اکنون قدم 4 استوار، اونهایی که باز خواهش میکنم اگر طرفدار این نامه و یک مناسبت با حکومت روسیه باشند، از اونها خواهش میکنم که با تگمه 1 را پخش کنید. اونهایی که راضی نیستند 2 را پخش کنید تا ما دونیم که واقعا ما انتظاری های شما را برآورده میتوانیم یا کی نمیتوانیم. تشکر. اکنون میریم به قدم 4، بایکات ملی شرکت سامانه.
همه در تاجیکستان و روسیه خیلی خوب میدونن که شرکت سامانر مالی کیست، از کدام حساب این 6 طیاره خریده شدن. این طیاره ها از حسابی تالکو خریده شدن، از حسابی فروش الومینیوم و اونها مال ملت هم. این شرکت دیر یا زود باید ملی کرده شود. اکنون میگذاریم با چرا این به نهایت مهم است. ما میتوانیم در این باره بایکوت سامانر، از بیلیت های سامانر باید نخرید، ولی البته این پیشنهاد با اونهای ربط ندارد که بیمار هستند، با زنان و کودکان، ولی اونهایی که میتوانند با مسئولی خود هستند اونها باید از این شرکت بیلیت نخرند. و یا اگر بسیار سخت مجبور شدید و بیلیت بخرید، غذاهاشون رو در طیاره هوا دهید، گوید غذای شما برای ما در کار نیست، تا اونها دانند که غضب مردم چیست، اتحاد چیست. و باور کنید اون لحظه که شما از این غذا دست میکشید و اون لحظه که شما این بیلیت های سامانه رو خریداری نمیکنید، شهد وحدت، شهد اتحاد را در وجود خود حس خواهید کرد. باور کنید. و بجز از این ما تلاش خواهیم کرد که حداقل هر ماه 300 400 نامه مهاجران کاری بر راس اویاتس پیشنهاد شود. مسئول راه دادن شرکت سامانر با بازار مسافرکشانی در روسیه این راس اویاتس هست. راس اویاتس با یک ساختار نهادی دولتی روسیه قانونمند باید مجازات کند این شرکت را. من مطمئنم که این 5 شرکتی که با سامانر رقابت میکند، با سامانر نرخایش خانه سوز واقعا مطمئن باشه که این شرکت ها هم از ما جانبداری خواهند کرد. حالا ما روی مکانیزمی اون کار خواهیم کرد که چگونه از شرکت های دیگر با تخفیف یا سکیپکه بگیریم در این مسئله، خاص اونهایی که از سامانر دست میکشند. اگر جانبداری این پیشنهاد هستید، خواهش میکنم 5 نویسید و اگر از این پیشنهاد دستگیری نمیکنید 2 نویسید. اگر خسته نشده باشید و راویان گرامی اجازه دهند، میگذارم با اقدام نوبتی. اجازت هست برادران راوی؟ بله گبزه برادر، گوش میکنیم. تشکر برادر عزیز. اقدام دیگر یا عکسی که من پیشنهاد دارم این است، نام دارد اقدام زنگ عدالت، یا برای نفرهای شاید زنگ غضب هم باشد. چی باید کرد؟ ما در روسیه حدود 700-800 هزار حال هستیم، در سراسر دنیا باز هم حدود 100 هزار تن دیگر. ما میتوانیم هر روز از تمام کشورهای دنیا توسط سیم کارت های رایگان یا قیمتشان 100 روبلی 200 روبلی یا نمیدونم 2-3 یورویی با شماره تلفن های وزارت، کمیته ها، وکیلان، مجلس، رئیس های شهر و ناحیه ها به ایست زنگ خواهیم زد. هزارها زنگ. اگر واقعا ملت هستیم باید حالی با اونها نشان بدیم. یک زنگ توسط تلفن از ما هیچ چیزی نمیره باید بجز اینکه زنگ عدالت ما در دوشنبه شنیده شود، در واشنگتن شنیده شود، در مسکو شنیده شود. اگر برادران عزیز ما و شما که حالا همجا 10 یا 12 هزار هستیم، اگر پگاه 1000 نفر از شما و این کار را انجام بدهند، باور کنید مناسبات بین دولتی خواهد لرزید. کرمل صدای ما را خواهد شنید. هیچ ظالم در دنیا نمیتواند به مردم، به زنگ عدالت مردم پاسخ نگوید. حتما پاسخ میگوید. بنابراین از شما خواهش میکنم که از این اقدام دستگیری کنید. ما با برادران خواهش میکنم از اونهایی که تلفن های اداره های حکومتی، وزارتخانه ها، دستگاه رئیس جمهور، پرزیدنت و اینها را دارند، حتما اونها را در شبکه ها بیکارید تا مردم دسترسی پیدا کنند. و از مسئولان هم خواهش میکنم در اون باره چند ویدیوی دستوری هم باید تهیه کرد تا مردم دانند چگونه باید زنگ زد. هر
مهاجری تاجیک اگر به این کار دست نهیم ما در طول این 2 3 5 هفته نزدیک ان شاء الله موفق خواهیم شد و عزت امان حتما آزاد خواهد شد. اگر از این پیشنهادم جانبداری میکنید خواهش میکنم 5 را زیر کنید و اجازت بدهید گذرم به اقدام نوبتی که ما همچون جامعه شهروندی جامعه مدنی تاجیک کرده میتوانیم. باز هم تاکید میکنم این به هیچ حزب و حرکت و اینها ربط ندارد. من هم اعضای هیچ حزب و حرکت و گروه نیستم، ولی ناموسی وطنداری دارم و عزت انسانی که از یک نفری مثل عزت امان نهادساز، عزت امانی که جرأتی رفتن نزد یک داغستانی و چچن و اسیتین دارد. از اونهایی که امروز بحث میکردن و میگوزن این بحث سیاسی نیست، این یک کار شهروندی است. برای کارهای شهروندی برای کارهای جنایی و مأموری یک شهروندی کشوری دیگر رو نمیدوزدن. در روز آخران از اون 2 تاجر اسفرگی که نام اونها حتما فاش خواهد شد، پول کلان قرض گرفته و افسرهای FSB نمیدهند برادران عزیز. و میگذارم به اقدام نوبتی که نام دارد اعتراض 25 یا پروتست 25. برادر ما عزت اما روز 25 دزدیده شد. بنابراین پیشنهاد من این است که ما هر سنه 25 ماه در تمامی در 10 کشوری که تاجیکستان نمایندگی دیپلماتی دارد در نزد اونها به اعتراضهای یک کسی، چون برای اعتراضهای یک کسی اجازت ضرور نیست، و همچنین به اعتراضهای گروهی در نزد سفارتخانه‌های تاجیکستان دست خواهیم زد. خودی من هم با حتما حداقل در نزد 2 سفارت حاضر خواهم شد و سفیران را نزد مردم دعوت خواهم کرد. این سفیرانی که از حساب اندازهای ما و شما از نام ما و شما در کشورهای عالم هستند، اونها سفیرهای ما هستند، نه سفیرهای حکومتی امام علی رحمان. اونها باید از ما نمایندگی کند، ما به آنها وکالت داده ایم. اگر نه وکالت‌هایشان را بازخواد خواهیم کرد و هر کدام از اونها که با مردم نیست حتما پشیمان خواهد شد و آن روز دور نیست. از اونهایی که خواهش میکنم از برگزاری اعتراضهای یک کسه قانونی، تنها اعتراضهای قانونی، اجازتنامه ها در مسکو و شهرهای دیگر حتما تهیه خواهند شد، در این هیچ شک و شبهه‌ای ندارم. برای اعتراضهای یک کسه لازم نیست. حالا مسئله بررسی در منطقه سکالنی که مسکو، که حکومت مسکو میتواند در اونجا اجازت دهد برای همایش جلسه ها، اون بخش علاهیده است. و ما در نزد این 10 نمایندگی ما تقریبا 14 یا 15 نمایندگی داریم در 10 کشوری. اون شرایط دو هست. فرض کنیم در عربستان سعودی ما شرایط نداریم برای همچنین کارها را کردن، چون یک کشوری خودکام است، ولی در دیگر شهرها حتی در تهران این امکانیت برای ما فراهم است و باید حتما از اون استفاده بریم. و اقدام دیگر، اگر از اونهایی که از این جانبداری میکنم باز هم خواهش میکنم که 5 گذارید. از اون سخنران ها یا سپیکر هایی که حالا با من در روی صحنه قرار دارم، از اونها هم خواهش میکنم که اگر شما واقعا از این بخش ها از گفته های من جانبداری میکنید لایک نشان دهید تا ما هم نیرو بگیریم، و از اونهایی که راضی نیستن با این فکرهای من خواهش میکنم نشان دهید که اونها قابل قبول نیستن تا من دانم و با شما بحث کنم و هم اثبات کنم که کدام از این نکته ها مهم است و کدام این نکته ها رو میشه لغو کرد نکرد و کدام از اونها رو کرد. ولی مطمئن باشید که صدای ما و شما در دوشنبه شنیده خواهد شد. و اقدام دیگری خیلی خیلی مؤثر و طور مردمی ما میگن جای جانش، یک عمه گلان داشتم خدا رحمتی
میگفتم جای جانش کجاست؟ حالا جای جانش رو براتون شرح و توضیح میدم. این اقدام ملی ما که از ماه می شروع خواهد شد میتواند نام داشته باشد از داماد و قده هایش خرید نمیکنیم. تمام. چی طور؟ همه مردم تاجیکستان، اکثر آگاهان میدونند و مردم تاجیکستان باید دانند که شکر، روغن، گوشت مرغ، گازی مایع منپول یک نزدیکای رئیس جمهور هستند. خویشاوندان رئیس جمهور تاجیکستان این ساحه ها را منپول کردند. من به حیث یک اقتصاددان به شما عرض کنم که تاجیکستان سالانه 120 تا 140 هزار تن شکر می آید. همین شرکت های یک گروه می آورند. بنابراین اونها تلاش میکنن که از همین 120 140 هزار تن شکر به دست 3 و 4 و 5 و شما فروخته می شود و اونها از همین حساب میبردارند 50 میلیون دلار. سالانه همین گروه حدود 80-85 هزار تن روغن رستنی وارد میکنند و تلاش میکنند که از هر کیلو روغن $0.5 به دست بیارن. یعنی اینا باید 40 میلیون دلار دیگه به دست بیارن از حساب منپول روغنی که به صفت از چند جا آورده همراه کرده میشه. در تاجیکستان بجز این خدا و دامادها هیچ کس حقوق وارد کردنی روغن رستنی را در حجم کلان ندارد. و ببینید یا که گوشت سفید یا گوشت مرغ اکرچکا، این هم منپول است. حدودی 120-130 هزار، خودشون میگن 60 هزار، لیکن این دروغ است. حدود 120-130 هزار تن گوشت مرغ که در شکل حسیب و گوشت و این با تاجیکستان وارد میشه، باز هم منپول همین ها هست. ولی چگونه اکنون باید گفت؟ و نقطه آخران گازی مایع ژیژنی گاز که هر روز نرخش میبردارن، هر ماه کوشش میکنن که نرخش تغییر بیاورد. این هم در حدود 450-480 هزار تن به تاجیکستان وارد میشود و این هم مونوپول یک داماد است. و اینها هم از این بازار تلاش میکنن که حداقل 180-200 میلیون دلار کار کنند. و ببینید تاجیکی عزیزی من، ملت شریف، همین سحر شما میخیزید که چای میمونید، این پولی برق و کیسه یک یا داماد یا قدا میروند. چای خشک منپول است، شکری که میاندازید در همون چای خشک منپول است، آردی که میبیارن منپول آلیگاپول است. اونجا تقریبا 10-12 کس میبیارن، اینا آلیگاپول میگن در علم اقتصاد. و این ما میتوانیم خاتمه داد. چی طور؟ اگر جانبدار این هستید خواهش میکنم با تگمه 5 زیر کنید. در ماه می ما اول یک ماه شکر را بایکات کرده میتونیم، یعنی ما یک ماه شکر نمیخریم. باز هم بایکات البته به زنان، کودکان، موسفیدان ربط ندارد. اونها نیازمندن، نیازهای اونها باید برآورده شود. این ربط دارد به مردمی که مسئول خود هستند. در ماه ایون روغن یک ماه بایکات میکنیم، در ماه ایول گوشت مرغ بایکات میکنیم و در ماه اوگوست گازی مایع. و اون وقت اونها خواهند فهمید که با غضب مردم نباید بازی کرد، مردم رو نباید این گونه استعمار کرد. این چی گونه نرخ گذاری است که بازار نفت و بازار گازی مایع منپول شود و به دست یک گروه از شرکت های روسی و شرکت های داماد. خیلی متاسفم امروز حال از تک تک شما خواهش میکنم برای رحمتی رجبعلی آدینایف، رئیس صاحبکار تاجیک، فردی با ناموس ملت که زیر این بازی ها نرفت، بیزنساش کشیده گرفتن و امروز درگذشته است در زندان. من خدا رحمتش کنه با خانوادش، برایش امروز پگاه و در روزی جمعه از تک تک شما خواهش میکنم برایش دعا کنید، چون قربانی همین گونه منپول سازی ها شد متاسفانه. و ببینید برادر عزیز، اگر ما و شما همین قدم های 7 قدم استواری که من گفتم اگر ما اینها را میکنیم، انشاءالله حتی بعد از همین سخنرانی من
اونها در فکر خواهند کرد. اونهایی که عزت امان دزدیدن نقشه دزدیدن تنها عزت امان رو ندارند. برادران عزیز، تمام نفرهای دیگری تاجیک نامدار هم، یکی از اونها حالی نام نمیبرم، از حاجی هایی که شما خیلی خوب میشناسید، تا اولی ماه اپریل دزدیده شده بود. 1 هفته پیش از بازداشت عزت امان او را با پول کلان خارج کردند. از سال 2018 پرونده جنایی باز کردن برای کریم جان یاروف، برای بردن کریم جان یاروف. اونم نمیگذارن بازی میکنن. این چی معنی داره؟ یعنی اونها از نفرهایی که برای تاجیکا عزیزن از همونها میترسن. عزت امان در زندانش چون که عزیزی شما بود و اکنون باید ملت نشون دهد که هیچ گذشت مردم با اونها نباید کند. و من از تک تک شما خواهش میکنم که سر این مسئله ها بیاندیشید، با نفرهایی که با شما نزدیک هستن مصلحت کنید. از این کارهایی که من گفتم هیچ کدام از اینها غیر قانونی نیستن. اینها شیوه های مقاومت مسلحانه هستند برای حفظ حقوق های خود، برای حفظ ننگ و ناموس خود. هر یک از اقدام هایی که من گفتم مثل تیر خواهد رسید و باور کنید حتما عزت امان آزاد خواهد شد. تشکر و دقتتون از کلی آنهایی که از من از این پیشنهادها جانبداری میکنم. خواهش میکنم با یک بار دیگر 5 را زیر کنید تا من بدونم که روی چی باید کار کنیم و چگونه نقشه ها داشته باشیم که مردم متقاعد شوند که این کار قانونی است، این کار به نفع همه ماست و بگذار ما را بد ببینند، بگذار 10 تن از ما را برده عذاب دهند، بگذار پدرهای و برادرهای ما را پشانه بکشند، ولی گذشت از این دیگر زیاد نخواهد بود. قضیه عزت امان قضیه این ملت است. ما باید از عزت امان به هر بهای نباشد حفظ کنیم. آزادی و عزت امان، تاجیکستان باید آزاد شود. آزادی و عزت امان و عدالت برای همه تاجیکان. تشکر و دقتتان. هر نفری که آماده بحث باشد، من آمادم هر یکی از پیشنهادام اساس گذار کنم از نگاه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، انسانی و از مسائل دینی. و امیدوارم 10 قاری قرآن امین حالی آمادن که از نگاه مذهب، همه مذهب، 4 مذهبی ما این پیشنهادها را هم بررسی کنند. تشکر. ببخشید که وقت زیاد شما را گرفتم، ولی من فکر میکنم که چون من مسئول هستم به حیث یک اقتصاددان، نفری کار دیده و کار کشته، که اندیشه هایم را به شما رسانم. تشکر از راویان امروز که به من بیش از هر کسی دیگر شاید امکان داده که این پیشنهادات رو به ملتی عزیز و سربلندی تاجیک رسانم. تشکر. سلامت باشی آقای دوستوف. تشکر زیاد. انشالله امیدوارم که این 7 برنامه‌ای که در اینجا پیاده کردین حتما بینندگان ما که نوارای ما را تا 100 200 300 هزار میبینن حتما پیگیری میکنن و در کوتاه‌ترین فرصت ما جواب حتما از این مردم خواهیم دید که واقعا برای آزادی عزت امان کار کرده باشند.